به نام خدا شروع میکنیم جلسه چهارم بخش دوم از کلاس آموزش زبان بدن در مورد هیپنوتیزم چشم‌ها و چشم‌ها داریم صحبت میکنیم. بسیار بسیار از تک تک شما عزیزان ممنونم که پیام‌هایی میفرستید در حالا واتساپ گروه و کانال کلاس آنلاین و در حقیقت شرایطی ایجاد کردید برای گفتگوی مشترک. من یک سوالی رو جواب بدم که نشد جواب بدم. دوست عزیزی سوال پرسیدن، حالا اسمشون نمیگم برای اینکه شاید دوست داشته باشم بگن. پرسیدن که خب چندین میلیون تومان بابت کلاس‌های مختلف هزینه کردن و کارهای مختلفی کردن ولی نمیتونن انجام بدن. من بهشون گفتم که همش این ور اون ور نرو، در حقیقت تمام کلاس ها رو یه جا انجام نده. ببینید مدیران موفق و کسایی که بیزینس ها و کسب و کارهای بسیار خوبی دارن غالبا تمرکزشون در ماه‌های مختلف و در شرایط مختلف روی موضوعهای مختلفه. یعنی میان چی کار میکنن؟ یعنی میان اول مثلا فرض کنیم مثلا آقای الیاس تصمیم میگیره، یه مدیره، فرض کنیم یه مدیره تمرکزشو میذاره این ماه روی زبان بدن، ماه بعد میذاره مثلا روی مذاکره، ماه بعد میذاره مثلا روی تحلیل رفتار. چندین هندونه رو با هم بر نمیداره. یک، به دلیل اینکه تمرکز داشته باشه. دو، ماها و سالهای بعد تکرار میکنه. یعنی مثلا الیاس مثلا میخواد مدیر موفقی باشه که قطعا مدیر موفقی هست، میاد سال آینده دوباره همون زبان بدن رو تکرار میکنه، دوباره میبینه چون آدم سال قبل نیست، یا میره یک دوره دیگه ای میگذرنه، شرایط دیگه ای میگذرنه. اولا آموزشاتو منسجم باشه. دوما هر گرونی و در حقیقت هرچی گرونتر بود نشانه خوب بودن نیست. سوماً به کارهای عملی افراد نگاه کنید. تعداد فالوورهای اون آدم براتون ملاک نباشه. تعداد گفتگوهای مثبتشون، نمیدونم لوگوهای مختلف و 100 تا لوگو میچسبونن مهم نباشه. چون افرادی هستن که با 3 تا 2 تا برند کار میکنن ولی انقدر بزرگن، انقدر حرف برای گفتن دارن که اصلا شما نمیتونین، یعنی لذت میبرین با این آدم صحبت. مثلا بارها مثال زدم آقای دکتر امیر اخلاصی، نمیدونم کدومه که دوستان دکتر امیر اخلاصی رو میشناسن. ایشون میشه گفت یکی از خدایگان برند تو ایرانن. البته ایشون فکر کنم الان برای پست دکترا و فوق دکترا کانادا هستن. ایشون شاید مثلا 4 تا برند کار کرده باشه، اصلا فالووری شاید نداشته باشه. سراغ افرادی برین که حرفی برای گفتن دارند. پس الکی هزینه نکنین و بسیار بسیار بهتون توصیه میکنم که روی خودتون سرمایه گذاری کنیم، ولی سرمایه گذاری درست. من خودم میخوام کلاس شرکت کنم یا مثلا دوره‌ای برم، با یک بنده خدایی مشورت میگیرم که دوستم، شما هم نمیشناسین، اصلا هم تو این وادیا نیست، تو انگلستان زندگی میکنه. من با ایشون مشورت میگیرم که آقا چقدر مثلا پول بذارم بابت کارا و با ایشون یه جورایی مشورت انجام میدم، مشورتی که منجر به برگزاری حالا یک کلاس یا یک شرکت در یک کلاس میشه. لذا از شما درخواست میکنم که حتما یک مشاور خوب داشته باشیم، ولی اینکه ماهیانه بهش پول بدید، هیچ ایرادی نداره. مشاورای خوب از ماهی 5 میلیون به بالا هستن که شما میتونید ماهیانه با این افراد صحبت کنید، حداقل هفته یک بار تصویری تلفنی با اونها صحبت کنید و هزینه ماهیانه به این افراد بدین برای اینکه به شما مشاوره بدن. اصلا این بابت نگران هم نشید، ولی کلاساتون رو منسجم کنید، یکسان کنید، یک کاسه کنید. این از این دوست عزیزی که صحبت میکنه دکتر امیر صالحی، نه امیر اخلاصی، دکتر امیر اخلاصی که تو برندینگ اصلا حرف اول رو میزنن. بسیار هم در حقیقت آدم تحصیل کرده و آدم عجیب غریبی هستن در زمینه برندینگ که اصول برندسازی از ایشون بسیار بسیار مطرح هستش و خیلی هایشون رو میشناسن، از اساتید دانشگاه تهران هستن. من اجازه بدیم بله که ایشون خیلی آدم عجیب غریبی هم هستش.
لینک معرفیشو براتون فرستادم. مثلا کمتر کسی ایشونو میشناسه ولی خب جزو افراد بسیار، مثلا کتاب اصول بازاریابی با رویکرد ارتباط یک پارچه بازاریابی دارن، استراتژی محصول کتاب شدن، برندسازی برای اشخاص و برای اماکن دارن که کتابشون خیلی گرونه، کتاب‌های با ورق‌های خاصی چاپ میشه، کتابشون 100,000 تومان 150,000 تومان اون موقع بود، الان که بالای 200 تومان قطعا خواهد بود. و جزء افرادی هستن که کار بسیار عجیب غریب علمی دارن، یعنی شما میتونید کارهای علمی ایشون رو پیدا بکنین. استاد دانشگاه هم هستن. خب بریم سراغ مبحث خودمون. این تا اینجا که من یه توضیح دادم که فعالیت ها و شرایط رو بدونین. امیدوارم حالتون خوب باشه و حس و حال خوبی داشته باشین. بریم سراغ مبحث امروزمون و صحبت کردن در مورد این که الان اوکی ما فهمیدیم که ارتباط چشمی مهمه، ما فهمیدیم ارتباط حتما باید باشه چون منجر به یخشکنی میشه، منجر به احترام میشه، منجر به قدردانی میشه، منجر به شناخت افراد مختلف میشه و اقناع بیشتر و ماندگاری بیشتر در ذهن افراد توسط همین ارتباط چشمی به وجود بیاد. خب حالا سوال به وجود میاد که این ارتباط چشمی به چه شکلی باشه. دوستانی که سال 95 رو دیدن حتما میدونن که ما اونجا یک نوع هیپنوتیزم معرفی میکنیم که بسیار بسیار مفیده و من توصیه میکنم از همین الان این کار رو انجام بدیم برای ارتباط گیری بسیار بسیار خوب با دیگران. میتونید از این هیپنوتیزم استفاده کنید. هیپنوتیزم ساده‌ای هست، نیاز به ابزارالات و اون ساعت جیبی خاص نداره، بلکه نیاز هست که با مردمک که چشمتو انجام بدید. قبل از اینکه بریم سراغ این هیپنوتیزم من بازش کنم، بیشتر توضیحش بدم، حتما تو فیلم سال 95 هم دیدین، بسیار مهمه که الان باز در موردش صحبت کنم و بهتون بگم. اونم اینه که دوستان ارجمند، دوستان عزیز من، اینو به خاطر بسپارید که چشم ها چون محل ورودی و خروجی اطلاعات توأمان با هم هستن، برای اینکه تأثیرگذاری بهتری داشته باشن حتما باید با این چشم ها بازی کرد، حتما با این چشم ها باید نگاه کرد، حتما با این چشم ها باید یه جوری خودمون رو به دیگران اثبات بکنیم. و چشم ها محلی هستن که افراد با اون ما رو میبینن، با اون ما رو میسنجن. تو اون 4 دقیقه اولی که افراد ما رو میبینن میسنجن، بسیار بسیار میتونه چشم ها تاثیرگذار داشته باشه. و من تاثیرگذاری رو در چشم ها میبینم، در چهره میبینم، در پوشش میبینم، در رفتار میبینم، در کلام میبینم. خب همه اینها توسط چشمه. حتی تصویرسازی که شما دارید از افرادتون، از اطرافیانتون، با چشم ها صورت میگیره. پس لازم هست که شما چشم ها رو خوب بشناسید و چشم ها رو خوب درک بکنید. سراغ جزئیات و حاشیه ها نمیرم چون در فیلم های سال 95 هست. میرم سراغ اصل مطلب و هیپنوتیزمی که ازتون درخواست میکنم انجام بدید. اگر شما گوینده هستین، نفر روبرویی شما قطعا دهانش بسته است. حالا اگه دهانش هم باز باشه داره نفس میکشه، قطعا حرف که نمیزن. پس اگر شما گوینده هستین، باید با مردمک چشمتون یک مثلث خیالی بین افراد ایجاد کنید. یعنی اگه من دهانم الان بسته باشه، شما یک مثلث خیالی ایجاد میکنید. از چه چیزی استفاده میکنید؟ از چشم ها استفاده میکنید. با مردمک چشمتون یک مثلث ایجاد میکنید. چشم، دهان، چشم. با مردمک چشمتون چشم نفر مقابل نگاه، با جفت مردمک چشمتون یک چشم رو نگاه میکنید، بعد چشم بعدی، بعد دهان، بعد چشم. دوباره برمیگردیم به همون چشمی که شروع کردید. پس میشه چشم، دهان، چشم. من با مردمک چشم این کار میکنم، با گردنم این کار انجام نمیدم. چشم روبروی نفر مقابل که روبروی شما ایستاده اینو درک میکنه، اینو میفهمه، اینو حسش میکنه. وقتی حسش میکنه، وقتی درکش میکنه، توی ذهنش به وجود میاد که شما چقدر گوینده خوبی هستید، چقدر حرفای خوبی میزنید. ولی غافل از این هست که شما دارین هیپنوتیزمش میکنید، شما دارین اقناعش میکنید. چشم، دهان، چشم. همین به صورت خیلی ساده. شروع کجاست؟ اون چشمی که شروع کردید. خاتمه کجاست؟ همون چشمی که ازش شروع کردید. پس در نتیجه من درست 3 نقطه دارم ولی 4 نقطه نگاه دارم. چشم، دهان، دوباره چشم.
3 نقطه دارم، چشم، چشم، دهان، اما 4 نقطه نگاه میکنم. از همون جایی که شروع کردن به همون نقطه هم برمیگردم. حالا شما سمینار و سخنرانی دارین، این مثلث برای اون نفری که روبروی شما نشسته کوچیکه، بزرگه، برای یه نفر دیگه که اون تن نشسته کوچیکه. آیا اینو درک میکنه؟ بله درک میکنه، مغز میفهمه. یک ارتعاشه، ارتعاش ذهنیه، یک ارتعاش نگاهه، یک ارتعاش نگاهه. چند بار در دقیقه باید تکرار بشه؟ آدم هایی که تازه به شروع کار کردن و این هیپنوتیزم رو یاد میگیرن در یک دقیقه 5 تا 6 بار تکرارش میکنن، 4 تا 5 بار تکرارش میکنن، بستگی به حالتهای چشمی شما داره. و شما از همون چشمی که شروع کردین به همون چشم هم برمیگردین. فرق نمیکنه از چشم راست شروع کردین یا از چشم چپ، بلکه به همون چشم برمیگردین. وقتی شما به این شکل نگاه میکنید چند تا اتفاق مختلف براتون میفته. یک، اون آدم شما رو باور میکنه. دو، وقتی اینجوری بهش نگاه میکنین حس حال بهش انتقال میدید. وقتی اینجوری بهش نگاه میکنین دیگه خال روی صورتش، برآمدگی روی صورتش، زخم روی پیشونیش، نوع نگاهش، ابروش، عینکش و چیز دیگه براتون مهم نیست، بلکه چشم‌های اون آدم براتون مهمه. پس اگه من دهانم بسته باشه و شما گوینده باشین، چشم، چشم، دهان، چشم. این حالت، این حس و حال و این پوزیشن و این در حقیقت کاری که شما انجام میدین روزهای اول، ساعتهای اول دردی رو برای چشمتون داره و این درد به مرور زمان کم و کمتر میشه. انقدر نیست که از پا بندازتتون، خیر، یک احساس خستگی میکنین در چشم ها، چون با چشم ها مجبورید بازی کنید و بین هر چشم، چشم، دهان، چشم یک مکسی میکنید. میتونید این برابر رو نگاه کنید، میتونید کاغذ رو نگاه کنید، میتونید اطرافی رو نگاه کنید، دوباره چشم، چشم، دهان، چشم. این حس و حال میده. حالا چقدر وایسم؟ یعنی چشم 1 ثانیه، چشم 1 ثانیه، دهان 1 ثانیه، دهان. برای هر کدوم 1 ثانیه توقف کنید. پس من 3 نقطه دارم ولی 4 رو توقف میکنم. 1 ثانیه، پس 4 ثانیه این حرکت طول میکشه. چشم 1 ثانیه، چشم 1 ثانیه، دهان 1 ثانیه، دوباره چشم 1 ثانیه. پس در 4 ثانیه و 4 توقف 1 ثانیه من این هیپنوتیزم رو انجام میدم. خب پس ما این چشم ها رو باهاش بازی میکنیم. پس چشم، چشم، دهان، چشم. پس تو هر کدوم توقف 1 ثانیه ای داریم. از همون چشمش که شروع کردیم دوباره به همون چشم برمیگردیم و در حقیقت شروع میکنیم به یک هیپنوتیزم خاص و یک هیپنوتیزمی که داریم. خب پس این میشه این شرایطمون، این میشه حس و حالمون. این پس از هر جایی شروع کردیم همونجا هم خاتمه میکنیم. تا اینجا کسی در مورد هیپنوتیزم گوینده سوالی داره یا نه؟ هر سوالی دارین همین الان بپرسین، من ببینم دوستان و سعی کنم بهتون جواب بدم در حد سوادم. لطف کنین هر سوالی در مورد چشم، چشم، دهان، چشم دارید، شروع خاتمه از چشم ها میشه، ثانیه ها شروع میشه، در 1 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه تکرار میکنیم. خانم یا آقاش مهم نیست، ما تکرارش میکنیم. اگر دوستان سوالی دارن تو این زمینه بپرسن که در حقیقت چیکار میتونیم بکنیم. دمت گرم نیما ایلامی. به 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 به، چقدر طبیعت خوبی داره ایلام. چراگاه های بی نظیر داره که بری بشین توش و نسیم بزنه بهت، عالیه. استاد من این کار رو انجام میدم ولی احساس میکنم این حس به طرف منتقل نمیشه، میکنم که این حس به طرف مقابل القا میشه که من طلبکارم ازش. نه این حس، ببخشید چون فینگلیش می نویسید من طول میکشه تا بفهمم چی نوشتید. پارسی نوشتن مشکلی نداره، در زبان هیچ ایرادی نداره. خدمت شما عرض کنم که نه، به مرور زمان ببینید این هیپنوتیزم به تنهایی کافی نیست. در کنار نوع نگاهتون، همون خوب شنیدنتون، علائمی که نشون میدین، صحبت هم کردیم در مورد علائم، گفتیم گوش کردن یعنی چی؟ یعنی شنیدن و توجه کردن، کج کردن سر، تکون دادن سر، پرسیدن، حرکات دست، اینا در کنار این هیپنوتیزم در حقیقت اون آدم رو خوشحال میکنه و هپی میکنه.
یعنی توأمان باید با همدیگه کارهای دیگر انجام بده. کسی سوالی چیزی داره بفرمایید. بله نیما جان میتونید از خانم‌ها استفاده کنید، یعنی در حقیقت نوع نگاه توی خانم‌ها و خانم‌های محترم استفاده کنید و این میتونه کمک کنه. نیم رخ دیدن نشانه جذاب بودن خیر، معمولا میگن برای عکاسا برای عکس نیم رخ سمت چپ معمولا بیشتر این حالت و حس خوبو داره. ببینن حالت چپ نگاه کنیم نیم رخ راست باشه توی عکس گرفتن میگم مفیده. توی جاهای دیگه من اولا که پایه علمی نداره این بحث در حقیقت این نیم رخ چجوری باشیم خوشگل‌تر میشه، زیبایی شناسی عکاسا و هنرمنداست. سوال در این مورد؟ پس گفتیم چشم‌ها چون محل ورودی و خروجی اطلاعات توأمان هستن ما ازشون استفاده میکنیم. بریم سراغ مبحث بعدی و در حقیقت قسمت بعدی. حالا قضیه فرق میکنه. شما شنونده این، اون آدمه داره حرف میزنه، اون آدمه داره یه جورایی خودشو و شرایطشو به شما انتقال میده، گفتگو میکنه. اینجا چی؟ اینجا همون مثلث دوباره، اما ورودی و خروجی کجاست؟ یعنی ورودی طرف که گوشاش هیچ، خروجی کجاست تو این آدم؟ چشمه، ببخشید دهانه. خروجی کجاست؟ خروجی دهانه. ما حرکت قبلی رو همینجا تکرارش میکنیم، فقط شروع و پایانش از دهانه، یعنی دهان، چشم، دهان. پس من پویابده‌ای که دارم با شما صحبت میکنم، شما دهان من نگاه میکنید، چشم من و دهان من. این بهش میگن هیپنوتیزم شنونده. شما فقط کافیه آقای محترم به خانمت موقع تعریف کردن این که زری برپریده رفته مثلا 2 کیلو سبزی خریده، تو راه سبزی خریدن فهمیده که شهین ازدواج کرده و مثلا سهیلا هم نمیدونم شوهرش دستش بلند میکنه، اینو داره تعریف میکنه که برای شما اصلا جذاب نیست و قطعا جذاب نیست. شما به همین شکل دهان، چشم، دهان خانمتون نگاه کنید، همون یک سال رو مکس داشته باشید، خانمتون احساس میکنه که شما بسیار شنونده عالی هستین و حس میکنه که شما چقدر به حرفش توجه کردید. حتی اگه یادتونه. پس دهان، چشم، دهان. 3 نقطه داریم ولی 4 نقطه توقف داریم و 4 نقطه میمونیم. ساده ترین روش هیپنوتیزم چشمی و در کنارش کامل ترین و بهترین و بی‌نظیرترین حالت برای اینکه اون حالت عاشق شما بشه، حس شما رو حتی تو زمان استخدام و هر جای دیگه، همین هیپنوتیزم ساده است که تو سال 95 هم تکرارش کردم و به شما هم گفتم و اینجا هم تکرارش میکنم چون بسیار 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 مهمه و از شما درخواست میکنم که حتما این کار انجام بدید. وقتی حرفایی میشه یعنی گوینده شدن سرجشون معوض میشه قاطی میکنه، نه دیگه باید روش تمرین کنی. سوالی نیست، ممنون. فرمون هیپنوتیزم با استفاده از بقیه ابزارهای زبان بدن باشه درسته. در کنارش ببین من یاد بگیرم که دستام مثلا نیم دایره تکون بدم، هلال تکون بدم، همزمان باشه. ببین فرض کن یه آدمی مثلا من دارم با تینا صحبت میکنم، با تینا خانم دارم صحبت میکنم، با تینا همزمان هم دستامو تکون میدم، هم زبان بدنم رعایت میکنم، هم هیپنوتیزم چشمی تاثیرگذار. میرم پیش الیاس میخوام استخدام شم بشه ایشون، الیاس فکر کنم مشهده، با الیاس میخوام استخدام بشم، همزمان هم پوششم رو رعایت میکنم، هم بدنم رو رعایت میکنم، هم بوم رو رعایت میکنم، هم 4 دقیقه رو رعایت میکنم، هم این هیپنوتیزم چشمی رو دارم. ناخودآگاه چه اتفاقی میفته؟ تاثیرگذاری بیشتر میشه. یعنی ابراهیم جان هر چقدر بتونی از ابزارهای زبان بدن تمام نکاتی که به شما گفتم همزمان با هیپنوتیزم چشمی استفاده کنید، تاثیرپذیر به شدت میشه. سوال خانم ها آقایون اگر سوال داره مطرح بفرمایید. مثلا فوت کوزه‌گری یادتونه؟ فوت کردنه یا مثلا ضربه زدنه. مثلا من خیلی جا تو این کارگاه سفالگری دیدم که مثلا استاد ضربه میزد به این گله. میگفتم چرا ضربه میزنی؟ میگفت ببین اگه قراره بشکنه زرلم بشکنه، ببینم چقدر مقاومت داره. خب بعد مثلا من ضربه میزنم، میگفت تو نباید ضربه بزنی چون اینجا الان گله فلانه ولی اینجوری این حرفا. هر چیزی یه جایگاهی داره، یه جایگاهش رو پیدا کنین ازش استفاده کنین. استاد چرا میگی موقع مثلا که استاد حسشون رو درسی می‌ذاریم؟ ببین موقع حرف زدن مخصوصا موقعی که دارین از خودتون فیلم میگیرین برای اینستاگرام و هر چیز دیگه ای، قالب حرکتی دستا مهمه.
با دستاتون بازی کنیم، بذارین اتفاق. مثلا خیلی میگن چرا انقدر دستات تکون میدی؟ میگم خب اصلا تکون میدم که بفهمیم میشه با دستا حرف زد. اینکه اینجوری بکنین احسان علی خانی باشین و نمیدونم دستاتون رو به این شکل بیارین اصلا جذاب نیست برای دیگران. سعی کنید با دستتون بازی کنید. یه روش دیگه هست که روش قدیمی تریه، هیپنوتیزم نوع دوم بهش میگن. تو سال 95 هم نبوده، اما من تو کتاب‌های قدیمی پیدا کردم. حالا اسمشو ما گذاشتیم هیپنوتیزم برای اینکه تاثیر میذاره از لحاظ چشما، وگرنه هیپنوتیزم درمانی و هیپنوتیزم گرایی و اینا اصلا یه مقوله جدا که من خودم هم امسال دارم عضو انجمن هیپنوتیزم امریکا میشم. مثلا کلا باید یه سری دوره‌ها رو اجباری باید بگذرونم. معنی هیپنوتیزم اونجا متفاوته. بذارین اینجوری بهتون بگم که این هیپنوتیزم ها بهتون اسمش رو گذاشتیم هیپنوتیزم ها به شما کمک میکنن که راحت‌تر یخشکنی انجام بدید و راحت‌تر بودن. قبلش سوال نیما رو جواب بدم. میگه در مورد دستان استوری و لقمه هم توضیح می‌فرمایید. عرض کردم یه سری حرکات هست که ما خودمون انجام میدیم، مثل این ساتوریه، مثل این لقمه گرفتنه، مثل نمیدونم بازی کردن با دست‌ها. شما پیدا کنین چه جوری میتونین با دستاتون حرف بزنید. استفاده نیما در ایلام در صنفش با استفاده پویا در تهران با فعالیت دیگه متفاوت. اولا نوع حرکات دست‌ها و نوع صحبت کردن دست‌ها به شیوهی که هست رو برای خودتون یاد بگیرید. یک. دو، فعالیتی که میکنین، کسب و کاری که دارین و صنفی که دارین یک ادبیاتی داره. این ادبیات رو برای خودتون یاد بگیرید. نحوه استفاده از دست‌ها برای صنف شما متفاوت. این هم یاد میکشید. خب ببین سراغ هیپنوتیزم نوع دوم. پس ما اسمگذاری کردیم هیپنوتیزم به خاطر اینکه روی چشم‌ها تاثیر میذاره، به خاطر اینکه کانال ورودی ما هستن، به خاطر اینکه فعالیتمون و نوع کارکرد وارد در حقیقت شکل و شال و نوع هیپنوتیزم میشه. هیپنوتیزم نوع دوم چی میگه؟ هیپنوتیزم نوع دوم بسیار ساده است. میگه شما مثل گلنگدن باید حرکت رفت و برگشتی بین چشم‌ها داشته باشید. یعنی با مردمک چشمتون این چشم چپ، چشم راست، چشم چپ، چشم راست. حالا این باز با حرکت چیز نیست. میگن این کار رو 3 بار انجام میدین. یعنی 1 نگاه میکنیم چپ راست، 2 چپ راست، 3 چپ راست و بعد یه نگاهی به کل صورت فرد. یعنی میگن زوم این، زوم اوت، زوم این، زوم اوت، زوم این. 3 بار انجام میدیم، زوم اوت. این روش قدیمی هست که برای افرادی که عینکی هستن روش جذابی نیست. خودتون یعنی منظورم عینکی هستید، یعنی از عینک استفاده میکنید، جزء ابزار بدن شماست. این نگاه کردن زوم این زوم اوت یه جورایی به شما صدمه میزنه. از لحاظ حرکت و از لحاظ اینکه شما دارین اون فرد رو نگاه میکنین شما رو اذیت خواهد کرد. حس و حال شما رو از بین خواهد بود، چون هی زوم میکنین هم زوم اوت میکنین. به این شکله که 3 بار نگاه میکنین چپ راست، چپ راست، چپ راست، 3 بار. حالا یه بار صورت کامل نگاه میکنین. دوباره معلومه چه چپ راست، چپ راست، چپ راست، دوباره صورت در. این توصیه نمی کنم، اما خیلی جاها برای افرادی که مسنن دقت کنید 30 سال 40 سال با تو اختلاف سنی داره، اونجا میتونی از این روش استفاده کنی. دلیلش اینه که در حقیقت پیچشمی وقتی سراغ افراد میره اون ارتعاش مثلثی چشم دهان چشم اینا رو کمتر حس میکنه. این روش رو بهتر میفهمه. این هیپنوتیزم نوع دومه و در حقیقت میتونیم بهش بپردازیم هیپنوتیزمی که افراد استفاده میکنن برای گفتگو با خودشون. عرض کردم به مرور زمان این نوع هیپنوتیزم زیاد خواهان نداره، اما بد نیست یه تستی هم بکنید. ولی یکی از ایراداش اینه که اگه شما خسته باشین، خوابتون بگیره، قرصی خورده باشین، سرماخوردگی دور از جون داشته باشین، مثل من حساسیتی داشته باشین که براتون
در 400 500 خواب‌آلودگی ایجاد میکنه، ناخودآگاه این رفت و برگشت این چپ و راسته باعث میشه شما گیج بشین. من توصیه میکنم اگه میخواین خوابتون نگیره، من توصیه میکنم اگه میخواین حس و حال خوبی داشته باشین، من توصیه میکنم اگر فعالیت خوبی دارین، فعالیت اکتیوی دارین، حس و حال خوبی میخواین به طرف انجام بدین، از همون نوع هیپنوتیزم اولمون که چشم دهان چشم یا دهان چشم دهان چشم هست استفاده بفرمایید که باعث میشه شما خوابتون نگیره، حس و حالتون برگرده و فضای خوبی باشه برای ادامه مذاکرتون. پس ما فهمیدیم دو نوع هیپنوتیزم داریم، یه نوع هیپنوتیزمی داریم که چشم دهان و اینا، یکی هم داریم که این فعالیت است. اوکی بچه ها رفتیم سراغ هیپنوتیزم ها صحبت کردیم. فقط اجازه بدین چون مبحث هیپنوتیزم اینجا علنا تمومه، من چیزی نمیخوام اضافه کنم، هر چی هست میگم برین سال 95 رو نگاه کنیم، وقت خودتون رو هدر ندید. اما اجازه بدین چند تا مطلب در مورد چشم ها بهتون بگم و اون اینه که بچه‌ها یادمون نره چون چشم ها تنها محل ورودی خروجی اطلاعات توأمان هستن، نیاز هست که ما توجه ویژه بهشون بکنیم. ببینید چشم انسان میگن 16 میلیون رنگ رو تشخیص میده که در صورت که ما هنوزم که هنوزه 256,000 رنگ رو تونستیم توی کامپیوتر جاهای مختلف بیاریم. 16 میلیون رنگ. این لامصب این چشمه ورودی به روح آدم هاست. شما خیلی جاها با نگاه کردن باید فروش رو قطعی بکنید، با نگاه کردن باید مذاکره رو قطعی بکنید. من بسیار تاکید میکنم روی نگاه کردن رو دیگران و فرمولش هم اینه، فرمول سادهش اینه که به نظر من چند میلیارد ارزش داره. به افراد یه جوری نگاه کنین که انگار خاص‌ترین، بهترین، لایق بهترین نوع نگاه در کره زمین هستن و یه جوری به افراد نگاه کنین که خاص‌ترین موجود کره زمین روبروی شما نشسته و خود همین حسه که احساس کنی فقط این آدم خاصه، فقط این آدم دوست داشتنیه، شما رو یه جورایی میرسونه به اون حس و حال خوبه. و من نظرم اینه و من حس و حالم اینه که تا جایی که میتونین از حس و حال خودتون، شرایط خودتون و چیزی که دارین بزنین و یه جورایی به دیگران نگاه کنین و یه جورایی بیخیال خودتون بشین، تو اون لحظه خودتون فراموش کنین، تو اون لحظه مذاکره، بلکه به اون آدم توجه کنین. بسیار بسیار میتونه برای شما حس خوشایندی داشته باشه و بسیار بسیار میتونه حال شما رو، حال دلتون رو خوب کنه. حال دلتون خوب باشه، اتفاقای خوبی براتون میفته، وحشتناک اتفاقای خوبی براتون میفته. خب بچه تا اینجا تمومه مبحثم، اما از اونجایی که خیلیاتون برگشتین گفتین که آقا یه چیزایی هم تو مذاکره، خب من کل زندگیمو دارم میذارم فقط برای یک دوره آموزشی و دارم رو اون کار میکنم که دوستاتونم اول کارمون هست، ولی احساس میکنم یه سری نکاتو من باید به شما بگم در مورد مذاکره و اگر اجازه بفرمایید الباقی کلاس رو در مورد مباحثی صحبت کنم که به درد مذاکرتون میخوره و استفاده از زبان بدن. اگر تا اینجا سوالی چیزی داریم بفرمایید، اگه نه که من میخوام چند تا نکته خیلی مهم به نظر من ارزش داره یاد بگیرین در مورد مذاکره و زبان بدن در مذاکره بهتون بگم. پس کارمون تا چشا تمومه. فقط خواهش میکنم ازتون، درخواست میکنم که بریم سراغ اون حس و حال در حقیقت مذاکره. نیما میگه در مورد نحوه کارت پرداخت مشتری توضیح میدید. کارت پرداخت مشتری چی بود عزیز دلم؟ میشه سوالتو یه بار دیگه مطرح کنی بدونم؟ خب بچه سوالی چیز داریم بپرسین؟ نیما میگه که بذار ببینم چی میگه نیما. سوال نیما رو جواب بدیم، شاید سوال شما بود. نیما میگه اگه لطفاً راهنمایی بفرمایید، بنا و شغل فروش هست و الان پول شیوه پرداخت کارت و کارتخوان تغییر کرده، چگونه خوبه که کارت مشتری ازش بگیریم که درد پرداخت در مشتری کم بشه؟ یعنی چی پرداخت تغییر کرده؟ من پرداخت تغییر رو نمیفهمم چیه. خب
کارت بانکی منظورم هست. من شیوه تغییر کارت بانکی رو نمیفهمم، چون این سوال نمیفهمم بعدا توی دایرکت ازم بپرس، چون واقعا نمیفهمم. نقد به کارت، آره کارت به کارت شده منظورتون کارت به کارت هست. آره خیلی ها دیگه نقد پرداخت میکنن، کارت پرداخت میکنن. ببین اولا که دستگاه کارتخوانی که بذارین جلوی فرد خیلی راحت تره تا اینکه دست کارت رو بگیریم بزنین. الان شیوه های جدیدی اومده که دستگاه کارتخوانایی دارن که فقط توش میتونین کارت بکشی و رمز بزنین، دیگه امکانات دیگه ای نداره. توصیه هم به شما اینه که کارتخوان‌هایی بذارین که افراد ازش استفاده میکنن، کارتخوان‌هایی بذارین که افراد میتونن بکشن، یعنی خودشون این کار رو انجام بدن. حالا این قابلیت نیست و این شرایط نیست، باید دیگه با جملات و کلمات، این دیگه برمیگرده به هوش کلامی شما. هوش کلامی شما هر جوری باشه میتونید ازش استفاده کنید. خب بریم سراغ چند تا نکته برای مذاکره که اینا رو من خدمتتون بگم که یه جورایی بهتون حس و حال اینو بده که در حقیقت چیزهایی هم میتونید تلفیق بکنید با حس و حال زبان بدن. قبل از هر چیزی یه زحمتی بکشین شما دوستان، به من بگین که چقدر مذاکره بلدین. خب خیلی که از خودم متوسط خوبه، والا خیلی خوبه، تا حدودی چقدر باهوش کردم مذاکره، چقدر باهوش کردم. میتونم بگم هوش کلامی تسریع کننده است، سوخت جت این قضیه است و خیلی به شما کمک میکنه، خیلی به شما کمک میکنه. یعنی در حقیقت این سوخت جته و سوخت حس و حاله به شما کمک میکنه که یه جورایی بیشتر بفروشین، یعنی با مذاکره بیشتر میتونین حال کنین و در حقیقت یه جورایی خود هوش کلامیه انگیزه میده به شما. یعنی وقتی شما میبینین که هی دارین حرف میزنین و حرفای خوب میزنین، حس و حالتون رو خوب میکنه، و این خیلی به شما کمک میکنه. یعنی هوش کلامی هر چقدر قوی تر بشه بهتون کمک میکنه. متوسط من همه رو ندیدم، بازم فایل اضافه خواهد شد به مذاکره. بله به دوره مذاکره بیشتر خواهد شد. و اینکه دوستم هم میخواد کد تخفیف در بهشون هست. کد تخفیف رو فقط برای بچهای زبان بدن گذاشتیم. دوستتون فکر کنم همون الان که گفتی $3000، من الان یه ذره بیلبیلک هم اومد، یه ذره قیمتش رو ببرم بالاتر. کد تخفیف فقط برای بچهای اصولفون مذاکره است. 6 تا یا 8 تا کد بود، حالا نمیدونم چند تاش استفاده شده. اجازه بدیم بچه‌ها خرید کنن، اگه خرید نکردن یا اگه نخواستن کدو باشه بدیم به بچه‌ها. مثلا برای افراد درونگرا که واقعا برای خیلی از مذاکرات معذب هستن، شیوه مذاکره زبان بدن هم بدین شکل هست. آره هر چقدر که میتونین یعنی که جورایی از همین زبان بدن استفاده کنین، از این شرایط استفاده کنین، نترسین. ببین زبان بدن خودتون رو خوب کنین، نصف راه رو رفتین. یعنی اینجوری بهتون میگم طرف دیگه قانع شده، اقناع شده، اصلا نترسین از این بابت، اصلا نگران نباشید، شرایط خوبی خواهید داشت. خیلی کم مثلا برای افراد درونگرا گفتم بله، نیمه جوابش بله است. زبان بدن در بازیگری، خب اینم بگم که راست میگم، وحید مسعودی گفته بودم بگم. ببینید البته من این کتاب دارم زبان بدن در بازیگری، یه کتاب دارم زبان بدن در تدریس و سخنرانی که امسال که داره میاد بیرون، حتی جلد شده. اینجا ماکتش بود به شما نشون بدم، هفته دیگه قرار بیاد بیرون، نمیدونم میاد بیرون یا نه، داستان داریم با این کتابا. اونجا به تفصیل حرف زدم، اما بذارین یه چند تا نکته بهتون بگم. یکی این که زبان بدن در بازیگری، تئاتر و پانتومیم سایه‌اش سنگینه. برای بازیگری باید حس بشه، وقتی حس بشه باید اون حسا رو داشته باشه. مثلا یه نفر باید حس بیپولی رو بفهمه که بره بازی کنه. مثلا گلزار نمیتونه بره حس بیپولی بازی کنه، خب اصلا مسخره است. از روزی که به دنیا اومده پولدار بوده و با هنرش بهش رسیدن تا الان، لذا نمیتونه شخصیت یک آدم بی پول رو بازی کنه. برای همین آدم‌ها باید اون حس‌ها رو تجربه کنن تا بتونن بازی بکنن. اگه یه نفر بی پولی خیلی خوب بازی میکنه، بفهم که خودش هم بی پول بوده، اون حس و حال و تجربه رو داره، باید حس و حال رو بگیره. برای همین
بازیگری برگرفته از احساساته و احساسات روی زبان بدن تاثیر میگیره. پس آدم‌های احساسی بازیگرای خوبی هستند. پس اگه میخوای بازیگر خوبی بشوید باید با زبان بدن احساسات آشنا بشید، یعنی حس غم، حس شادی، و باید همین حسا رو تجربه کنین. حسای مختلف تجربه بشه تا بتونید. مثلا آدمی که نقش جوکر رو بازی کرده، اون آدم اولیه که اسمش آدم خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم خفنه، تو بتمن بازی کرد. مثلا میگم برای اینکه بتونه حس اون انزوا رو بگیره 1 ماه 2 ماه خودش رو حبس کرده بود توی اتاق و 2 ماه از یه اتاق بیرون نمیومده و فقط داشته رو حسش و تمرکزش. و میدونین که اون بازی شاهکار جوکر رو بازی میکنه هسلچر، یادم افتاد هسلچر که فوتم کرد، یعنی بی‌نظیر بازی کرده اونو. زبان بدن و بازیگری و اکتاشو بریم. مثلا یکی از زبان بدنهای خیلی خوب اکتای بازیگری شهاب حسینی داره، هسلچر. بله، بسیار بسیار خوب بازی کرده در شهرزاد مثلا. یا مثلا زبان بدن بازیگری مثلا در اون عشق ممنوعه بود، میوه ممنوعه بود، چی بود، استاد نصیریان بازی کرده بود، هانی توسلی هم بود، مثلا بی‌نظیره. یا مثلا امیر آقایی بازیش عالیه، بازیگریاش بی‌نظیره، بسیار خوب بازی میکنه. آقای پرویز پرستویی به همین شکل. و شما بی‌نظیر میتونین ببینین بازی های خوبی هست. مثلا که بازی های شاهکاری که تو این چند وقته، البته سریالش مزخرفه، سریالش لعنت خدا نمیارزه، این سیاوش، اما بازی بی‌نظیر مجید صالحی توش اصلا شاهکار، اصلا این چیز معرکه است و خیلی خوبن. اینا رو ببینید. برای زبان بدن بازیگری 2 تا توصیه دارم، چون خیلی از بازیگران میدونید دیگه رفیقای منن یا اصلا دفتر ما رفت آمد داره. من 2 تا توصیه میکنم برای اینکه زبان بدن بازیگرتون قوی بشه. یک، تا میتونید تئاتر ببینید، تئاتر. حتی الان تئاتر اصلا فیلم های تئاتر رو نگاه کنید. 2، تا میتونین شبیه سازی کنید و برای خودتون سناریو بنویسین، سیناپس بنویسین، بازی کنید. بسیار به شما کمک خواهد کرد، و این شرایط و این حس و حال رو به شما خواهد. خب خوبه و این مسئول میگه در اون نکتت عالیه، یک بتونین این کار بکنید. بقیه دوستان سوال؟ باشه، بریم استراحت برگردیم.